سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. من اومدم با یه تجربه جدید. همیشه دست پر برمیگردم. من که انتخاب رشته‌مو انجام دادم، واسه همین گفتم که چقدر عالی میشه که به بچه‌ها کمک کنم ببینم این تجربه چه شکلی بود و اینا، که اونها هم از پسش بر بیان. ببینید، من داشتم فکر میکردم که الکی نگران بودم. چرا؟ چون 2-3 سال پیش من داشتم سر این که ریاضی برم، تجربی برم، انسانی برم یا حالا فن حرفه‌ای و کار و دانش کلی فکر میکردم و استرس داشتم و همه چیز، آخرش هم اشتباه انتخاب کردم. پس من هر کاریم بکنم این یه چالش دیگه که من چند سال دیگه قراره بهش بخندم، بگم واقعا چقدر راحت بود و من واسه خودم سخت گرفته بودمش. درسته، ولی الان این دلیل نمیشه که شما نگران نباشید، چون من خودم هم بودم، شما هم باشید، ولی کنترلش کنید و به حرفایی که میزنم خوب گوش کنید. ببینید، شما هر چند تا کنکوری که شرکت کرده باشید، چه فقط تجربی شرکت کرده باشید، چه حالا رشته‌های اصلی اینجوریه که شما تجربی، انسانی، ریاضی رو جزء رشته‌های اصلی میدونن، شما فقط میتونید که تو یکی از این رشته‌ها شرکت بکنید. یعنی برای کنکورتون حالا هر چند نوبت که برگزار بشه، شما اجازه دارید که یک دونه رشته رو انتخاب بکنید، یا ریاضی یا انسانی یا تجربی، یک کدومشو. در کنارش میتونید هنر و زبان رو هم بدید. خب یعنی در بیشترین حالت شما 3 تا کنکور داده باشید، یه دونه اون رشته اصلی مثلا انسانی، یه دونه هنر، یه دونه زبان، چون هنر و زبان اصلا محدودیتی نداره دیگه. حالا شما با 3 تا کنکور باید 150 تا رشته رو انتخاب بکنید و یک نفر دیگه هم با یه دونه کنکور مثلا فقط تجربی داده، اون هم باید 150 تا رشته رو انتخاب بکنه. خواستم اینو بهتون یادآوری کنم که فکر نکنید که هرچی بیشتر برید کنکور بدید قراره که بیشتر بهتون اجازه انتخاب توی رشته ها و دانشگاه ها بدن. اینطوری نیست. من الان با 3 تا کنکور فقط اجازه داشتم که 150 تا رشته رو انتخاب بکنم. پس اینو یادتون بمونه. بعد وقتی که شما جواب کنکورتون رو گرفتید، بهتون 2 تا رتبه میده دیگه. یعنی هر کدوم از اونها رو اول که درصدا میاد هیچی، بعدش یه دونه در واقع کارنامه میاد که رتبتون رو نوشته، رتبتون در سهمیه و رتبتون در کشور. اون رتبتون توی سهمیه خیلی مهمه. چرا؟ چون شما نسبت به بچه‌های منطقه خودتون سنجیده میشید. یعنی من که منطقه 2 بودم، با بچه‌های منطقه 2 سنجیده میشم، چون کیفیت آموزشی تو همه جای ایران یکسان نیست. کسی که تهران درس خونده و کسی که سیستان بلوچستان درس خونده قطعاً نمیتونه تو یک کیفیت آموزشی بره و تحصیل بکنه. میدونید چی میگم؟ واسه همین رتبه در سهمیتون اهمیت داره. یا مثلا جانباز یا بچه شهید، اینها همه تاثیر داره رو اون سهمیتون. منظورم اینه، یکی مناطقه، یکی هم برای شهدا و جانبازان هستش که فرق میکنه با هم دیگه. شما رتبه در سهمیتون رو نگاه بکنید، چون اون مهمه، مگر اینکه بخواید بورسیه بگیرید و اون موقع است که رتبه کشورتون مهم میشه. رتبه تو سهمیتون هر چی که شد، مثلا شد 3000، میفهمید که الان شما قراره برگه انتخاب رشته‌تون به عنوان 3000مین نفر توی منطقه خودتون تصحیح بشه. یعنی اول رتبه 1 رو نگاه میکنم، بعد 2، بعد 3، بعد 4 تا 3000. خب شما 3000مین نفرید. وقتی که برگتون رو دستشون گرفتن، اینجوری میکنن که خب فاطمه نظری قراره که بره، دوست داره که این رشته رو تو این دانشگاه تو این شهر بخونه. برای مثال دوست داره نقاشی گیلان بخونه. ظرفیت نقاشی گیلان پر شده؟ طرف میگه آره. میگه پس این که هیچی، خط میخوره. دومین اولویتش نقاشی هنر تهران پر شده؟ بله پر شده. خط 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 خط. میبینی یه وقتی همه ظرفیت ها رو آدمایی که قبل از تو بودن گرفتن و شما مجبور میشی اولویت 150 تو بری. به خاطر همینه که کلا رتبه توی کنکور مهمه و تبدیل شده به یک مسابقه. فقط به خاطر همین انتخاب رشته است که این اتفاق افتاده دیگه. حالا من
من بهتون پیشنهاد میکنم وقتی که روزای انتخاب رشته رسید، اول از همه آرامش خودتون رو حفظ کنید و بدونید که هر چقدر که بهتون زمان دادن 2 روز دیگه هم تمدید میشه و بعدش سعی بکنید اول از همه یه کاری که میکنید شهرهایی که اجازه دارید برید رو انتخاب بکنید. اگر شما ساکن سمنان هستید نمیتونید شهر کرمانشاه رو برای تحصیل انتخاب بکنید مگر اینکه شرایطتون خاص باشه یا دانش آموز تجربی باشید و واقعا اینقدر براتون پزشک شدن مهم باشه که بگید من حاضرم برم توی مناطق محروم هم اونجا خدمت بکنم و اونجا زندگی بکنم و بقیه عمرم رو دور از خانواده باشم، هیچ درآمدی نداشته باشم و هیچ حمایتی از طرف خانواده نشم. اونجا من صبحانه، نهار و شام میخوام و دانشگاه اینها رو نمیپذیره. اون سرپناهی هم که به ما میده اوکی یه خوابگاهی هست اما فقط نهار داری شما بالاخره میخوای بری پدر و مادرتو ببینی، نمیتونی از کرمانشاه پاشی بیای سمنان. میدونی چند روز راهه؟ مگه چقدر بهتون وقت میدم برای استراحت و حالا مرخصی از تحصیل؟ هیچ وقت بهتون اونقدری وقت نمیدن که این همه مسافت رو طی کنید، خودتون هم خسته میشید. واسه همین باید منطقی فکر بکنید، ببینید که رشته‌ای که دارید میخونید اگر واقعا بازار کار عالی داره و میارزه که تا اینجا برید، خب برید. اما اگر نمیارزه و فقط واسه دل خودتونه و هیچ اطمینانی از آینده شغلیتون ندارید، ریسکشو نپذیرید و خودتون الکی توی دردسر این مشکلات و درآمد و دوری از خانواده و تنهایی و اینا هیچ کدوم نندازید دیگه. اوکی؟ من مثلا سمنان بودم، شهرهایی که انتخاب کردم خود استان سمنان هرچی شهرستان داشت و استان تهران هرچی شهرستان داشت. حالا ساری و گلستانم به خاطر اینکه مثلا دیگه هنر خیلی دوست داشتم اجازه داشتم از اونجا هم انتخاب بکنم. شما میای این شهرها رو مینویسی و بعد دانشگاهایی که تو اون شهرها هست نهایتاً فنی حرفه‌ای داره، پیام نور داره، دانشگاه روزانه اهمیت داره و مخصوصا تو اولویاتتون باید اول روزانه و شبانه باشه اگر شما مجاز به انتخابشون باشید. خب شما دانشگاهاشو پیدا میکنید. تهران دانشگاه هنر تهران داره چه میدونم صنعتی شریف داره اگر رشتهتون ریاضیه، دانشگاه الزهرا داره، شاهد داره، همه رو مینویسید و با تحقیق کامل به اون دانشگاه از 100 نمره میدید. اوکی؟ این شد تکلیف دانشگاه و شهرهایی که میخواید برید. میمونه رشته‌ای که میخواید توش تحصیل بکنید. شما باید دفترچه کنکورتون رو بخونید. هر چقدر که کنکور دادید، هر چند تا میرید دفترچه انسانی برای مثال، دفترچه انسانی رو باز میکنید، رشته‌ای که میخواید رو انتخاب میکنید. مثلا رشته روانشناسی، رشته حقوق، هر کدومی که میخواید رو مینویسید. هر چقدر هم کم علاقه دارید باز هم اگر یک انگیزه واسه خوندنش دارید بنویسید روی برگتون. خب بعد از اینکه رشته هاتون رو انتخاب کردید به رشته ها از 100 نمره بدید. بگید من از 100 تا رشته نقاشی رو 90 تا دوست دارم اما رشته بازیگری رو 80 تا از 100 دوست دارم. خب بعد کاری که میکنید اینه که همون دفترچه رو نگاه میکنید، خیلی ساده نوشته نقاشی دانشگاه هنر تهران. شما 2 تا نمره دارید، یکی واسه رشته‌تون، یکی هم واسه دانشگاهتون، درسته؟ اون 2 تا رو با هم دیگه جمع میکنید. مثلا دانشگاه هنر تهران شد 100، نقاشی رشته نقاشی هم شد 90. این 2 تا رو با هم جمع کن شد 190. تقسیم بر 2 بکن که میشه 95. خب پس شما به این رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران 95 نمره دادید. 95% مطمئنید و خوشحال میشید که برید این دانشگاه و این رشته رو بخونید. شما میذارید اولویت، تمام شد. حالا همه رشته ها رو همین کار رو باهاش میکنید. وقتتون رو نمیگیره بلکه ذهنتون رو میاد منظم میکنه. اشتباه منو نکنید. من فقط اولش که هیجان زده شده بودم گفتم من باید برم یه شهر دیگه، یه شهر سرسبز باشه، بارون بیاد، من دیگه نمیکشم تو این شهر رو، باید برم.
اینطوری بودم. اما بعدش مشاورم گفت اصلا به این چیزا فکر کردید؟ دیدم راست میگه. من با این همه وسیله بخوام از این ور ایران برم اون ور ایران نمیارزه. درسته؟ اینا رو هم دقت بکنم. اولش اینجوری میشید، بعدش یکم آرومتر میشید و هر چقدر هم که بهتون گفتن که چی کار کنید چی کار نکنید، مخصوصا نسبت به رشته ها تصمیم خودتون رو بگیرید. ببینید واقعا چی دلتون میخواد بخونید و فکر میکنید که دوست دارید در موردش بیشتر بدونید. اوکی. دومین مرحله‌ای که دارید تو انتخاب رشته وارد کردن اینها توی سایته که سایت سنجش رو اگر حالا برید یه نگاهی بکنید که فکر نمی‌کنم الان باز باشه، همون روزا باز میشه دیگه. یه سایتی داره که خیلی خوب درست شده ها، یعنی نسبت به سال قبل خیلی پیشرفت کرده و همه چیزش خیلی خوبه، با یه اینترنت پرسرعت قشنگ. برید وارد سایت بشید. برای اینکه وارد سایت بشید شما نیاز دارید کد ملی بدید و رمز عبورتون که باید حتما تو سازمان سنجش ثبت نام بکنید. اگر ثبت نام نکردید، تو پایینش یه گزینه داره، راحت میرید با یه شماره تلفن و یه سری اطلاعات ثبت نام میکنید و یه رمز هم میذارید، رمز و همین وارد سایت میشید و همونجا جواب کنکورتون هست، همونجا باید برید جواب کنکورتون رو ببینید. بعد هم دفترچه در واقع کنکورها، دفترچه انتخاب رشته ها رو اونجا آپلود میکنن، هم اصلاحیات، یه سری اصلاحیات میاد. مثلا یه دانشگاه سیستان بلوچستان میگه نه من اشتباه کردم، 3 نفر دیگه هم میخوام. اینو مینویسن تو اون دفترچه اصلاحیات که مثلا روزای 1-2 روز مونده یا 3-4 روز مونده این رو منتشر میکنن که واقعا فرصت خوبی واسه کسایی که میخوان قبول بشن، چون افراد کمی بهش توجه میکنن. اینو گفتم حالا وسط. بعد سومیش همون انتخاب رشته است. اون سوم مستطیلش انتخاب رشته نوشته. شما واردش میشید و اونجا باید معدل کتبی دیپلمتون رو وارد بکنید، معدل نهایی دیپلمتون رو وارد بکنید. واسه همین حتما کارنامه آخر دبیرستانتون دستتون باشه. و حالا من کتبی دیپلم رو نداشتم، رفتم همون نهایی دیپلم رو واسش زدم. امیدوارم مشکلی پیش نیاد. بعدش وارد میشید. وقتی که وارد شدید، اگر توی انتخاب هاتون دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه پیام نور هست، از گزینه‌های بالای سری جملات نوشته خرید سریال پیام نور، خرید سریال فرهنگیان. این دوتا رو میدی 36 تومن پول میدی، هر کدوم میخری، یه دونه رمز بهت میده دیگه. اونها رو باید وارد بکنی همون قسمت، بغل همون جمله یه دونه مستطیل، بغل همون جمله یه دونه مستطیل. بعدش هم که خیلی راحت یه دونه فضایی داره که شما باید به علاوه ها رو بزنید، دونه دونه یک میای کد رشته رو وارد میکنید. مثلا نوازندگی ایران کدش 34456، شما فقط 34456 رو وارد میکنی، مینویسه. بعد یکم صبر کنید، اون یه دونه مستطیل گنده باز میشه، نوشته نوازندگی ایران دانشگاه تهران، چه میدونم روزانه فلان، همه جوره اطلاعاتش رو نوشته که چک کنید این کد رشته رو دقیقاً درست وارد کردید. به ترتیب 150 تا یا هر چند تا اولویتی که دارید. طرف میگه من رتبه 1 کنکور شدم، من میخوام برم هر جایی که دلم میخواد. چون اولین نفر انتخاب رشته‌شو چک میکنن، او بنویسه چه میدونم دانشگاه پیام نور گیلان، اون رو میگیرن. بنویسه دانشگاه هنر تهران، اون رو میگیرن. هر کدوم که خودش بخواد، یه دونه انتخاب بیشتر نمیخواد دیگه، تمام. بعدش میایم همه اینا رو وارد میکنید و تمام. بعدش ثبت رو میزنید و همه چی تمام شد. ثبت میکنید 1 ماه تا جواب بیاد، ببینید چه دانشگاهی قبول شدید. همین. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید، چیزای جدید یاد گرفته باشید. اگر دارید انتخاب رشته میکنید موفق باشید، استرس نداشته باشید. برعکس من داشتم ولی نداشته باشید، چون که داره خودتون نابود میکنید. بای.